سوال: با کدام نشانه‌ها که در حدیث‌ها و یا قرآن آمده است فرارسی شب قدر را معین کردن ممکن است؟ در حدیث‌های صحیح برخی از نشانه‌های شب قدر ذکر شده است، ولی الحمدلله همه این نشانه‌ها تنها پس از انجام آن ظاهر می‌شوند. همین را خواسته بوده است الله سبحانه و تعالی. شاید او نخواست که ما آن را پیشکی معین کنیم، وگرنه با دیدن این نشانه‌ها ما تنها در این شب به نماز شروع می‌کردیم و در باقی مانده شب و روز برای عبادت سستی می‌ورزیدیم. طبق حدیثی که در کتاب صحیح مسلم آمده است، علامت لیلة القدر این است که صبح دیگر پس از آن آفتاب بدون شعاع طلوع می‌کند و پیش از فرو رفتنش در اوج خود مثل دایره سفید می‌نماید. در کتاب صحیح مسلم جلد 2 کتاب روزه در حدیث 2633 نیز آمده است که صبح پس از شب قدر آفتاب به شعاع یعنی به نور طلوع می‌کند. همچنین در صحیح مسلم جلد 2 کتاب روزه در حدیث 2635 آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در شب قدر در آخر ماه ماهتاب همچون یک دایره سفید نمایان می شود. در صحیح طبرانی و ابن خزیمه گفته شده است که نور شب قدر نه گرم است و نه سرد. آن شب شب خوش و شب آرام خواهد بود. آفتاب صبح آن شب کمی سرخ رنگ وانمود می شود. ما بعضی از نشانه‌های در حدیث صحیح ذکر شده را بررسی کردیم، ولی همه این نشانه‌ها پس از گذشتن شب قدر آمده است تا که ما جستجوی آن را ادامه دهیم.